خب دوستان، این قسمتی که برای اولین ویدیو انتخاب کردم توی پیج بهش میگن سرای قزوینی ها، که شاید یه سری بشناسن. من بیشتر این ویدیو برای اونایی میذارم که تو خریداشون میخوان یه خورده صرفه‌جویی داشته باشن، قیمتاشون رو به نرخ عمده و زیر قیمت تک فروشی بیرون یا تو خیابونا بگیرن. اینجا رکن اصلیش آجیل و خوشبار است که کلن همه عمده فروش هستن، همشون دیگه عمده آجیل و خوشبار و حتی حبوبات هم دارن، نخود، لوبیا، عدس، هر چیزی که فکرشو بکنید در مورد خوشبار تو این پاساژ پیدا میشه. قیمتاشون هم قیمت عمده هست و کاسبای بیرون بازار، یعنی تک فروشای تو خیابون، این شیرینی سرها کلا میان اینجا بارشون رو تهیه میکنن. بعد برای مناسبتاتون، شب چله، شب سال نو، بالاخره توی سال مهمونی، چیزی که دارین برای خریدای حتی به نظر من زیر 1 کیلو هم بیایید چند مورد خرید کنید، خیلی به صرفه هستش. اسمش گفتم سر قزوینی هاست، کاسبای منصفی هم داره، همشون هم قدیمی بازارن. بیاید ایشالله که جنس خوب و مرغوب و با قیمت مناسب و واقعی خودش اینجا خرید کنید. و در مورد آدرسش هم که توی راسته اصلی بازار هست، از سمت چهارسوق بزرگ که بیاین، الان این قسمتی که تو ویدیو داریم میبینید از اون ور که دارم میان، این میشه از سمت چهارسوق بزرگ که ورودیش میشه این یه سرپاینی معلومه. مثلا تو بازار هر نقطه‌ای هم بپرسید بهتون میگن که از کجا باید بیاین. از سمت راستم که یعنی راست دوربین هم حساب کنید، میشه هم از ورودی مولوی و بازار حضرتی میتونید بیاید، هم از بازار آهنگران. انشالله که اینجا خرید خوبی انجام بدید و این ویدیو به دردتون بخوره. اگر جاهای دیگه یا صنفای دیگه هم مد نظرتون بود بگید که من براتون بذارم.